دوستانم، چرا غمگین هستین؟ دوستتون صدای امید همیشه با شما است اگر الله با او عمر داده باشد. حرکت میکنیم یک نوارهای براتون پیشنهاد کنیم تا اینکه غم را حس نکنید. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته به کل بینندگان شبکه صدای امید و به کل مردمی که الحال ما را تماشا کرده ایستادین. خداوند نگهبانتان باشد. نوار امروزه ما در یکی از قاری‌های پیش تاجیکستان نمره 1 هم گوییم. مردم این را با نام قاری میشناسد، هم قاری و هم عالم است. قاری زبیدالله. رضای حق رضای مقدران است، رضای حق رضای مقدران است، رضای او بجو کعبه همان است، رضای او بجو کعبه همان است. سر به خاکی کفی پای تو نیم ای مادر، سر به خاکی کفی پای تو نیم ای مادر، جان و تن نردو برای تو دیم ای مادر. قاری زبیدالله کی است که ثبت‌هایش را در عربستان سعودی یعنی که در مکة الله گذاشته هستند. قاری زبیدالله یکی از عالمان پیش تاجیکستان، یکی از قاریان تاجیکستان و کجا را ختم کرده است، کجا خوانده است، همه این را میخواهید که بفهمید. در نوار امروزه ما درباره همین قاری پیش تاجیکستان، یکی از شخصیت‌های بزرگ، استاد ما انشاءالله حرکت میکنیم. همگی این معلومات رو بهر شما پیشنهاد کنیم. یک ثبت کوتاه که میگذارم با دقت گوش کنین، بعداً معلومات ها رو همگیش رو به شما خواهم رسانید. در جوانی طاعتی چندان کردم وای وای، طاعتی شایسته رحمت کردم وای وای، طاعتی شایسته رحمت کردم وای وای، امر و نهی حق تعالی نیاوردم بجای، امر و نهی حق تعالی نیاوردم بجای، خواندم و دانستم و فرمان کردم وای وای، خواندم و دانستم و فرمان کردم وای وای. قاری زبیدالله یکی از عالمان تاجیکستان 14 فوریه سال 1968 در دهه راحتی کلان به دنیا آمده است. مکتب میانه را تا سن 11 ختم کرده، بعداً به خدمت دولتی یعنی که عسکری رفته است. بعد از خدمت دولتی آمده برای علم قرآن به نمنگان رفته، علم قرآن را از خود کرده است. بعد از ختم علم قرآن به وطن برگشته، صاحب زن و حالا 6 فرزند دارد. قاری زبیدالله طول 30 سال می شود که در مسجد راحتی کلان با نام تورجانزاده امام خطیب است. در مسجد ایشان تورجانزاده، در این مسجد تورجانزاده خودش قاری زبیدالله را در اینجا مانده است. طول 30 سال می شود که امام خطیب مسجد راحتی کلان است. بسیاری از حاجیان و بسیارش استادان هستند به عربستان سعودی مکة الله رفتند. میگه ثبت‌های این عالم بزرگ در مکة الله ماندن. ایا حاجی تو مهمان خدایی، این سرود را خوانده است، شما هم گوش کنید. که سوزی درونی داری سوزان، ایا حاجی تو مهمان خدایی، ایا حاجی تو مهمان خدایی، تو مهمان خدا مصطفی، تو مهمان خدا مصطفی.
قاری زبیدالله هم قاری کل قرآن است و هم عالم است و هم آواز بهترین دارد. در تاجیکستان از همه آواز بهترین این در آواز قاری زبیدالله است که حتی چندین دولت ها همین آواز مقایسه کرده هستند. در تاجیکستان حتی از ارتیست ها، از کسی که هم که نباشد، یکمین آواز قاری زبیدالله برآمده است و در جای چهارم پسرش قاری میرزا محمود جان که یکی از آوازهای شیرین دارد، این هم در جای چهارم آواز آن همین قاری در تاجیکستان گرفته هستند. خب ثبت پسرش را قاری میرزا محمود جان را گوش کنید. محمد بهر حق نور الیقین است، محمد سب در عرشی برین است، محمد سب در عرشی برین است. چه گویی مدعی از شاه الاولاد، محمد با خداوند بس قرین است، محمد با خداوند بس قرین است. چه گویی مدعی از شاه الاولاد. قاری زبیدالله و قاری میرزا محمود جان یکی از استادان من هستند. خداوند نگهبانشان باشد، عمر دراز، تن صحت و دلی بی‌غم، فیض و برکت را در خانواده‌شان بریزانند که بهترین شخصیت ها هستند و همگی شما هم در حقشان دعاگو باشین. بسیار آواز خوب دارند، بسیار علم خداداد دارند. خداوند به ما هم علم لدنی نصیب و روزی بگرداند. خب اگر خداوند به ما آن رو داده باشد، باز قاری ها بسیار هستند، ان شاء الله حرکت میکنیم آن قاری ها را هم بهر شما معلومات هایشان را رسانیم. در کامنتاری درباره قاری زبیدالله خواهش کردن، من هم خواستم درباره قاری زبیدالله براتون ویدیو کنم، نوار کنم که قاری زبیدالله کی است که صدهایش در تمام دنیا هست. فکر میکنم همگی شما هم میشناسین که چه آوازی فوران دارد، هم قاری کل قرآن است و هم عالم است. خداوند نگهبانش باشد. صدهای قاری زبیدالله را از کجا دسترس کردن در کار؟ در کانال همین برادر ام فیلم و تربیت تیوی. همگی صدهای قاری زبیدالله در آن همین دو کانال میشوند. من سلک در تگ ویدیو میمونم، شما در اومده ابونه شوین. مثال همگی صدها رو از اینجا شما دسترس کردن میتوانین و ان شاء الله هر یک قاری را که براتون پیشنهاد میکنم، کانال اصلیشون رو به شما پیشنهاد میکنم که در آن همینجا همگی صدهایشون میشود. خدا خواهد باز در اومده در یوتیوب هم نویسین و سلک در تگ ویدیو در اومده ابونه شده و همه صدها رو از همینجا گوش کنین. خب دوستان عزیز، نوارهایشون رو میگذارم، با دقت تا آخر تماشا کنین. بسیار صدای خوب دارن. خداوند بعداً یار و مددگارتون باشد. در حق دوستتون صدای امید با دعا باشین و درباره کدام قاریه که میخواهین نوار کنین در کامنتار نویسین. در این ثبت از ما خواهش کردن که قاری زبیدالله رو نوار کنیم، بهر شما رساندیم. معلومات های قاری زبیدالله که از کجا است، چیکار است، همگیشون را برای شما رساندیم. خداوند نگهبانتون باشد. دوستان عزیز، در حق دوستتون صدای امید با دعا باشین. صدها را با دقت گوش کنید. رحمت للعالمین آمد، برای نفع عالم رحمت للعالمین آمد. چون بهره خورشیدی تابان بر زمین آمد، چون بهره خورشیدی تابان بر زمین آمد. خطی سبز و لبی لعن و رخی زیبا داری، خطی سبز و لبی لعن و رخی زیبا داری. حسن یوسف دم عیسی یدی بیضا داری، حسن یوسف دم عیسی یدی بیضا داری. شیوه شکل و شمایل ادب و خلق و تمیز، شیوه شکل و شمایل ادب و خلق و تمیز. آنچه خوب دارن تو تنها داری، آنچه خوب دارن تو تنها داری. محمد کی آمد سراج منیر،
كافر بشيرا نذيرا محمد کی آمد سراجا منيرا بمؤمن و کافر بشیرا نذیرا از مؤمنادیت در قیامت خداوند جنت و ملکا کبیرا از مؤمنادیت در قیامت خداوند جنت و ملکا کبیرا زین کاری او کافران را رساند خداوند دوزخ و ساعت مصیرا زین کاری او کافران را رساند خداوند دوزخ و ساعت مصیرا محمد بری احوال امت نمودند خدایش همیشه سمیعا بصیرا محمد بری احوال امت نمودند خدایش همیشه سمیعا بصیرا محمد کی داد خدایش بزرگی نمودن همیشه سراجا منیرا محمد کی داد خدایش بزرگی نمودن همیشه سراجا منیرا محمد بگو ای برادر محمد بگو ای برادر که ذکرش خدا کرد ذکرا کثیرا که ذکرش خدا کرد ذکرا کثیرا کرامات احمد نبی کس نداند ولو كان بعضا لبعض ظهيرا کرامات احمد نبی کس نداند ولو كان بعضا لبعض ظهيرا هر کس که بر مصطفی بغض دارد فیدعو ثبورا ویصلی سعیرا هر کس که بر مصطفی بغض دارد فیدعو ثبورا ویصلی سعیرا زی فضل نبی امتی او نبیند پس از مرگ شمس ولا زمهریرا زی فضل نبی امتی او نبیند پس از مرگ شمس ولا زمهریرا محمد زبان شفاعت کشاید چو مسلم آیند باقی نفیرا محمد زبان شفاعت کشاید چو مسلم آیند باقی نفیرا چو مسلم آیند باقی نفیرا شوان قربان تری ابروانت یا رسول الله شود جانم فدای گسوانت یا رسول الله شود جانم فدای گسوانت یا رسول الله چو مه بین نجوم از تکلم های دربارد شکر میرد از نشی زبانت یا رسول الله شکر میرد از نشی زبانت یا رسول الله به دنیا آمدم من از برای دیدنی رویت
به دنیا آمدم من از برای دیدن رویت، شنیدم صد دریغا از خزانت یا رسول الله، شنیدم صد دریغا از خزانت یا رسول الله. ندیدم حسرتا من در جهان از روی زیبایت، زی دنیا میروم با آرمانت یا رسول الله، زی دنیا میروم با آرمانت یا رسول الله. بری تعذیب امت غار و بیت الحزن کردی، بری تعذیب امت غار و بیت الحزن کردی. همه حوش و طیوران در فغانت یا رسول الله، همه حوش و طیوران در فغانت یا رسول الله. کشیدی رنجهای بیعدد چندان در این فانی، کشیدی رنجهای بیعدد چندان در این فانی. همیشه از برای امتانت یا رسول الله، همیشه از برای امتانت یا رسول الله. تمام امتانت صدقه یک تاریک سویت، تمامی امتانت صدقه یک تاریک سویت. فدای خطره اشکی روامت یا رسول الله. تمامی امتانت صدقه یک تاریک سویت، فدای قطره اشکی روامت یا رسول الله. گذشتی از پدر و از مادر خود از بنی امت، گذشتی از پدر و از مادر خود از بنی امت. صدای امتی کردی دوامت یا رسول الله، صدای امتی کردی دوامت یا رسول الله. بروزی حشر واقف باش از این قومی عصیانت، بروزی حشر واقف باش از این قومی عصیانت. نسوزت تا به دوزخ عصیانت یا رسول الله، نسوزت تا به دوزخ عصیانت یا رسول الله. جنونی معصیت آلوده و قصدی سفر دارد، جنونی معصیت آلوده و قصدی سفر دارد. طفیل امتانت کن شفاعت یا رسول الله، طفیل امتانت کن شفاعت یا رسول الله. هزار بار دهان خود بشویم به گناه، هنوزم نام تو بردن کمالی بی ادبیست. یا الها بنده را شرمنده محشر مکن، امت